آیا افغانستان هم طلا داره؟ افغانستان طلا داره، بسیار زیاد طلا داره. خب ولی طلا خوبی چیز که به هر کسی که پیشنهاد کنی پیسه تم میدن. بلندترین قیمت حالا فعلا طلای قطر است دیگه. قطری است. هم عیار بلند داره، هم دیزاین های بلند دارن. 100% از بیرون می آوردیم ولی امروز تقریبا 50% شده می خود افغانستان دمی خود. دمی کارخانه افغانستان جور میشه. یک بله که ما نوشته میکنیم نظر به می گفته شما که چکره میکننی اینقدر وقت میگیره که بعض وقتا خود 3 ساعت طول میکشه. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام وقت شما بیننده های عزیز بخیر، انشالله که جور صحتمند و سرحال باشین. باز هم خوش هستم که در خدمت شما خوبان قرار داریم. امروز هم آمدیم که یک گزارش جالب تقدیمتان بکنم و قسمی که شما در تصویر میبینین امروز آمدیم به ساحه زیبای دی افغانان سر زیرزمینی و یکی از مارکت های طلا فروشی. امروز تصمیم دارم به یکی از زرگری ها برم و بر شما به تصویر بکشانم که قیمت طلا از چی قرار است، چقدر تغییرات آمده در دیزاین ها و در فروشاتشان. ای که دلار پایین و بالا میره چقدر تاثیرگذار است سر قیمت طلا میاییم، سر دیزاین هایش. و طلا یک فلز قیمتی با ارزش است که بیشتر عاشقش خانم ها هستند. از طلا هر نوع زیورات ساخته میشه و عاشق می زیورات همچنان خانم ها هستند. ای که از طلا چند نوع زیورات میتونیم بسازیم، قیمتش از چی قرار است، چقدر تغییرات آمده در قیمتایش، کدام دیزاین های جدید به بازار عرضه شده، صحبت های مسئولش را می داشته باشم. انشالله که تا پایان برنامه مرا همراه باشید. قسمی که شما در تصویر میبینین آمدم داخل دکان زرگری. بیشتر معلومات را از مسئول زرگری می داشته باشیم، معلومات حاصل میکنیم. انشالله که تا پایان برنامه مرا همراه باشین. سلام و خسته نباشین. زنده باشین. علیکم السلام. تشکر. خود معرفی بکنین. اسم اموین یک تن زرگران مارکت متروپول. سلامت باشین. تشکر از اینکه ما را اجازه دادین، وقت دادین تا اینکه بیایم از نزدیک دیدن بکنیم، احوال بگیریم و احوال قیمت و دیزاین های جدید طلا را با خبر شویم و به تصویر بکشانیم. انشالله ما در خدمت است. سلامت باشین. خب در آغاز بگوین در کل چند نوع طلا داریم در افغانستان؟ در حقیقت اگر بگوییم طلاست یک طلاست. خب با وجود از هم دیزاین است. این چیزایی که شما بگین دیزاین است که ما تقریبا به حساب افغانستان دیزاین های قطری داریم، مصری داریم، الجزیره داریم، عربی داریم. اینی دیزاین های است که در اوجه تقریبا ما بلد هستیم امروز میاریم اینجا مشتریان به می نام میگه که طلای مصری دارین، طلای قطری دارین، طلای مثلا الجزیره دارین. اینی دیزاین های است که باز ما بر مشتری پیشکش میکنیم و خوش هوا میکنه. هدف ما از نوعیتش بود که چند نوع است در کل، از چند کشور قسمی که یادآوری کردین؟ مصری است و قطری است، عربی است. آیا افغانستان هم طلا داره؟ افغانستان طلا داره، بسیار زیاد طلا داره. خب ولی طلای افغانستان به او سرحد نرسیده که استخراج شود، شکل رسمیش، شکل درستش و او در به حساب بزنس جور شود و او را بانن که اصلا اتو یک مرجع ما فعلا نمیفهم که در وزارت معدن باید باشه، ولی ما اتوابان را اتو یک مرجع را ندیدیم که طلای افغانستان شکل قانونیش استخراج کنه و او را در مرز استفاده قرار بدن. از این خاطر ما چی میکنیم؟ طلایی که مثلا داریم از عربستان، از کشورهای عربی میاریم، از دبی میاریم. اینی طلایی را که شما میبینین ما کمپانیای داریم، مثلا کارخانه‌ای داریم که در افغانستان هم طلای خودمون میتیم، دیزاین برشان میتیم، اونا جور میکنن در کابل
ولی اکثریت طلای فعلا اول رایج است که چون هم خوب است و هم دیزاین های بلند می باشه و هم کوالیتیش بسیار بلند می باشه، مردم خوشم میکنه. این طلای است که مثلا کمپانی است که در عرب و در دبی است، ما از اونجا طلا میاریم. سلامت باشین. تشکر. بیشتر کیفیت و کوالیتی طلای کدام کشور بهتر است و برترتر است؟ طلا فکر کنین در مجموع از داکریت شروع شده که این طلای ایتالیایی یا اکثریت داکریت می باشه. طلای روسی مثلا این برای ما مشهور است که 14 کریت می باشه، ولی در افغانستان اینجا طلا از 14 کریت، 18 کریت، طلای 16 کریت هم داریم، 21 کریت هم داریم و 22 اکثریت بسیار نادر است که یعنی کارش خزیات نیست. دیگه اینمی نظر به عیارش چی از بازار عرب بیاریم، چی از خود کار کمپانیایی که مثلا کارخانه‌ای که در افغانستان هست اینجا فعالیت میکنه، نظر به فرمایش خود امو زرگر می باشه که ما طلای 18 عیار میخوایم به این دیزاین، به این سبک، یا است که ما اونجا که میریم مثلا دبی میریم با مو حساب کمپانیایی رو میگیریم که اکثریت اونجا 18 عیار نه باشه، 21 عیار می باشه. ما اونجا که طلاش میریم اکثریتش 21 است یا 880. یعنی نظر به ذوق و سلیقه و نظر به مو تجارت و نظر به خواست یک زرگر می باشه. بله آخه نه، ما خواست زرگر چی است؟ اصلا اون خواست مشتری است. به خاطر از اینکه ما مشتریایی داریم، خب فکر کو هر زرگری را که جمع بینیم بیش از 20 سال 30 سال، یعنی از اون زیادتر زرگرای در افغانستان وجود داره و ما میفهمیم که مشتری چی چیزها را خوش میکنه و با کدام دیزاینا و کدام معیار. از اون خاطر ما او چیزها را پیش ما پیش از پیش فکس است، دکانا میاریم. مشتری هر کدامش که می ذوق خود میگه که ما طلای مصری میخوایم در 21 کریت یا در 18 کریت، مطابق میل از اون ما برشان طلا میدیم. واقعا دقیقاً، یعنی ذوق و سلیقه و فرمایش مشتری همچنان باید مد نظر گرفته شود تا اینکه کار تجارت پیش بره بدون شک. خب در عصر امروزی در آخر کدام دیزاینا جدیداً به بازار عرضه شده، کدام دیزاینا را خانم‌ها و دختر خانم‌ها میپسندند؟ حالا اکثریت دیزاین‌های قطری را میپسندند چون طلای نو است و یکی دیزاین‌ها حالا متفاوت شده بسیار. دمی سالهای آخر بسیار زیاد مثلا 6 ماه یا 7 ماه یا سال دیزاین‌های بسیار جدید میبره و نمو دیزاین‌ها را هر کسی که می مثلا که طلا میخره اول امون سوال میکنه که بلندترین دیزاینتون کدام است، یا بعضی ها میبینن اینی دیزاین کدام دیزاین است، ما برشان نشان میدیم و امور خوش میکنم. چرا دیزاین روز هر چیزی که مود روز باشه. دیزاین های جدید همگی میپسندن. واقعا بجز از سیتای طلا و طلا، هر آن دیزاینی که هر چیز باشه، هر اجناسی که باشه جدیداً به بازار عرضه شده و مود روز باشه همگی میپسندن. هم قسم طلا و طلا قسمی که شما یادآور شدین یک فلز بسیار قیمتی و با ارزش است که بیشتر گفتم خانم‌ها عاشقش هستن. همین خانم‌ها هم 3 وقت نان ندین طلا باشه، طلا پیششان باشه، یا گوشتر یا چوری یا سیت طلا، نان برشان ندی طلا باشه، پیشان قناعت میکنن، قبول دارن. اما تو نیست؟ طبعا حالا فروشات ما اکثریت اگر بگوییم فیصدی، شاید نظر به مقایسه اگر بکنیم 1% اگر مردا باشه 99% خریدارای ما کلش طبقه و ناس هستند بدون شک. اما برعکس من عاشق طلا نیستم. یعنی تو نه جبران که من نداشته باشم، خدا نخواسته قرض کنم یا فامیل مجبور بسازم یا خود بسیار سر خود فشار بیارم که من 100% باید طلا داشته باشم. من طلا ندارم، دستبند مثل که قیمتش بسیار کم است، هیچ چیز ندارم و فوکس ما هم سرش نیست، زیاد تلاش هم نمی کنم، کوشش هم نمی کنم. همین که میگم جانم جور است، صحتمند هستم، به من طلاست. واقعا طلا ارزش داره، باید داشته باشین. قسمی که شما یادآوری کردین طلا یک نوع سرمایه گذاری است. اما تو نیست؟ 100% به خاطر چی که ما اکثریت آل شکر افغانستان میفهمن، خصوصا شهر کابل هم چیزی که ما اطلاع داریم 90% خانم‌ها پیسه که مثلا داره یا پیسه که دستشون میان به خاطر چی که سبا اگر بفروشیم پیسه ما پس پیسه میشه، در حالی که این یک کپ واقعیت است. یگانه چیزی که پس پیسه میشه و حتی به او نفع برش میتن این طلاست. در غیر از او یک تلویزیون از یک جای میخرید، یک روز بعد برین شاید نصف قیمت هم نده و یا همچنان هر شیء که در حساب خرید فروش می باشه بجز از طلا. ولی طلا خوبی چیز که به هر کسی که پیشنهاد کنی پیسه تم میتن.
بازرگان باشه. یعنی اگر متضرر هم شود فقط 100 200 یا بیشتر یا 1000 2000. او نظر به چیزش هست، میادش هست. مثلا کسایی هست که میال از پیش ما طلا خریده 25 سال 30 سال 35 سال پیش. امروز اگه او طلای خود میره فکر کنم ما طلا میفروختیم در کابل گرام 250 افغانی بود. صحیح؟ این حال 250 افغانی از او فی گرام از او حال است مثلا 4500 افغانی. مقایسه کنیم که چقدر تفاوت است. چقدر فایده کرد. این یک سرمایه گذاری تجارت است. بلندترین سرمایه گذاری همی است و اکثریت هم حال پیسه که جمع میکنن به خاطر از اینکه پیسه ازی هدر نره، به خاطر از اینکه سبب بتونه پس هم پیسه خود پیسه بگیره، اکثریت طلا به می خاطر میخوره. هم تیم بتن که طلا داریم هم سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری کنیم. بسیار واقعا بسیار خوب است سرمایه گذاری طلا دیگه به حد خوب است، دلچسب و خوشایند است. خب از قیمتایشان هم همچنان بگوین با خبر شویم. قیمتایش از چی قرار است؟ میکنه طلای مثلا ما 750 یا 18 ایار میگیم. 750 یا 18 ایار از 4400 امی نرخش هست دیگه. یا روزایی که تا بالا میشه یک 50 100 روپیه تا بالا دیش تفاوت میکنه اصلا. همین نرخ فعلا همیست. دیگه با طلای 880 یا 21 ریت است که او طلایی که گفتیم کمپانی‌های خارجی است و در حدود 5400 5500 از او بلندتر تا 5800 هم است. بلندترین قیمت طلای کدام کشور است؟ بلندترین قیمت حالا فعلا طلای قطر است دیگه. قطری است. هم عیار بلند داره هم دیزاین های بلند دارن. گفته یگان تا میانه دکش است. نه ما اصلا طلا را نظر به عیارش فروش میکنیم. این دیزاین مشتری میفهمه که اونو دیزاین خوش آمد ما میتیم، ولی عیار مهم است و عمود عیار وجوره ما مثلا طلا میتیم در پولوی ازی به هر گرام ما مثلا اجوری طلا را پس میتیم. نظر به اجوریش باز قیمتش هم تفاوت میکنه. قیمت زیاد هم داریم کم هم داریم که گفتیم از 5500 5600 این موقع که میگیم این نظر به مو اجوریش هم است. کوالیتی و کیفیت طلای هر کشور معلوم دار از قسمی که شما یادآور شدین. خودتان طلای عربی و مصری و قطری که فعلا دکش است و قیمت ترین است. امی دیزاین چطور؟ دیزاین هم ظریفتر و یا پرکار باشه یا ظریف باشه، دیزاین جدید باشه یا سابقه باشه، یا هم در قیمتش تاثیرگذارش در فروشات؟ ولی نه چرا ما گفتیم پیشتر که از عیار طلا ما نرخ میکنیم. دیزاین نو که باشه، دیزاین مقبول باشه، دیزاین جدید باشه تاثیرگذار نیست. آدم میتونه که استفاده کنه. بعضی ها هستن که یک دیزاین بسیار مقبول و نو می باشه، حالا که عربی هم باشه، عربی باشه هر چی باشه، ولی از طلای عادی خود که مثلا یک جمله 5500 ما یک چیز نصب میکنیم، ولی یک دیزاین بسیار خوب است که او هر کلگی میپسنده. طبعا زرگر از این چی میکنه یک مفاد بیشتر میگیره، مثلا در گرام 100 روپیه 50 روپیه یا به خاطر مو دیزاین ظرافت و زیباییش هدف ما می بود. وقتی مثلا یک دیزاین بسیار خوش میکنم و قسمی که شما در تصویر میبینید دوستای عزیز و من هم میبینم از نزدیک، یا زرگری در دکان و در دکان دیزاین بسیار زیبا، ظریف، قشنگ، یعنی با دیزاین های مختلف موجود است و فعلا فکر کنم همین خانما دیزاین های ظریف و زیبا را میپسندند، مود و روز را میپسندند. یک دیزاین من خوش میکنم مثلا قطری نیست، عربی است و او دیزاینی که قطری است یعنی کوالیتیش بالا است اما دیزاینش خوشم نامده. من می دیزاین عربی خوشم آمد، زیبا و ظریف است، یعنی تاثیرگذار است در بخش فروشات. طبعا تاثیرگذار است که دوم دمی وقتای آخر تقریبا چه وقت میشه که آله طلا میایه از عرب برند، طلای برند مثلا وان کلفت میشه، یک بسیار کمپانی بزرگ هستن یا مشهور هستن، یا شنیل یا گوچی یا از امر کمپانی های دیگه برندهای است که او حال فعلا زیاد مردم او را هم خوش میکنن، هم میخرن و یک 100 1.5 بالاتر هم میخرن. سلامت باشین، تشکر از معلوماتتان. خب میشه بگین کدام دیزاین ها جدید و بازار ازش شده و تصویر بکشانیم از نزدیک یک کم تعریف بکنیم. برند سایز این الوی است. سعی این دیزاین الوی است. اینیو کاستا طلای بسیار خوبش داره و عیار فکس داره. خریدار هم خوب است، زیاد میخرن از این، به خاطر از اینکه که این هم یک برند است و هم طلاست و هم لاکت یک برای فیشن است و این اینجا گفتیم بیشتر براتون گفتیم ایوان کلفت است. اینیو هم عین شکل یا اطلاع عادی دیگه مثلا نیاز یاست کلش همش یک عیار یک حساب است، ولی مشتری ها امروز خصوصا نمی طبقه جوان
دختر خانما دختر خانمو زیادتر پشتادی میگرده کی باید زیبا و ظریف باشه، برند باشه برند باشه، ظرافت زیبا، زیبایی خاص داشته باشه. تو یک نام باید داشته باشه. از خاطر زیادتر از چیزا میخرن. در غیر از این میبینید اینیا کلش به حساب قطر که میگیم دیزاین قطری. آها دیزاین های قطعی. متوسط است که اون اکثریت از یا استفاده میکنن. واسطای بزرگ از یا مثلا این است این هستن که یا وزناشون رو میگذره زیاد هستن. در حساب حتی به محافل بیشتر فروشات را امی دیزاین ظریف داره، متوسط داره و یا کلان؟ ولی ظریف زیاد ظریف. و قسمی که یادآور شدم بیشتر حال خانما امی دیزاین ظریف را میپسندن. بله دیزاین یکی وزن کم میباشه، توانایی کلک هم اقتصادی هم است، هم اقتصادی است، هم زیبا است، هم ظریف است، یعنی از هر لحاظ تکمیل است. واقعا دیزاین بسیار زیبا و ظریف در این دکان موجود است. شما میتونید خریداری بکنید. کسایی که البته پیسه دارن و سرمایه گذاری کردن، بعضی خانم‌ها اصطلاح را تبدیل میکنن. یک دیزاین قدیمی شد، یک سال 3 سال یا گذشت از اون دیزاین میان سر میتن یک دیزاین جدید را میگیرن. شما زرگر هستین، بیشتر معلومات دارین، تجربه همچنان؟ بله تو جی که حداقل نصف فروشات ما همین تبادله است. تبادله چرا که اکثریت ما شما خود دیدیم دیگه هر خود خانم‌ها یک دیزاین را که در یک جای میبینن یا یک خیش و قوم خود میبینن طرفتن او را سباش اقدام به این میکنه که ما باید از این ببینم که من اونو مثلا یک سال پیش خریده یا تو کسایی هم داریم که ما 4 ماه 5 ماه پیش خریده باز می تبادله میکنه یک چیز نوتر از مود روز را میگیرن. واقعا تجربه داریم. بعضی خانم‌ها را دیدیم که میگن ما میریم بخیر امی چوری را تبادله میکنیم، سر میتیم یک دیزاین جدید میگیریم یا دیزاین ظریفتر و اگر نداشته باشن به اندازه امو قیمت توان امی که دارن، نظر به مو توانش امو طلایی که دارن، نه سر میتن نه سر میگیرن، فقط به مو اندازه دیزاین نو مود روز را میگیرن. خب چطور است خودتان فرمایش میتین سفارش مشتری ها؟ اگر کسی یک مشتری به یک دختر خانم سفارش بده بگوین که این قسم بر ما یک دیزاین جور بکنین یا لاکت یا چوری یا انگشتر، با سفارش ها را میپذیرین؟ اکثریت اگر مثلا چیزای خارجی است که مثلا ما از دبی گفتیم میاریم اونها طبعا اگر میفهمم مثلا که دینی ما خورده است کلانش کار دارم یا چیز یا ما آورده میتونیم برشان میتیم. و یکی که گفتم کارخانه خود افغانستان امروز خوبترین کمپانی ها در میال در کابل خوبترین کارخانه است که بهترین چیز جور میکنن. ما ایره فرمایش هم گرفته میتونیم، پس در خود کابل جور کدام میتونیم با مو عیار میاری هر چیز جور میتونیم ما. یعنی خوشخبری است به ما افغانا خوشخبری است که در افغانستان همچنان تو زرگرایی است که فرمایش ها را یعنی میپسندن مطابق به مو فرگه کارخانه وجود داره که ما اکثریت اگر آل مقایسه کنیم بعضی چیزایی که مثلا ما از دبی میاریم همین کارخانه‌ای که در افغانستان هستن خصوصا در شهر کابل که ما خودم میشناسمشون باور کنین که هیچ تفاوت نداره امروز هم در عیار صحیح میباشه هم در دیزاینایی که میگیم و در صفایی طلا که طلا چه قسم صفا باید جور شود اونا را همیشه مد نظر دارن میگیرن و هم فعلا اکثریت در این وقت‌های آخر حداقل فیصدی ما سابق ما طلای 21% از بیرون می آوردیم ولی امروز تقریبا 50% شده می خود افغانستان در خود کارخانه افغانستان جور میشه. آها سلامت باشن، موفق باشن و خوش میشیم به ترقی و پیشرفت کشور خود ما که همچون زرگرا موجود است و ضرورت نیست که ما به کارخانه های خارج از کشور سفارش بدیم، در خود افغانستان جور میشه. حاجی صاحب در اونو قسمت لاکتاست، گوشواراست، گوشوارای بسیار ظریف است، لاکتای بسیار ظریف است، اگر معلومات بتین. فکر کنین مثلا اینی لاکت است درست؟ یا به نام لاکتای مورایی میگن، لاکتای مورایی که اکثریت آل فعلا دختر خانم زیاد از استفاده میکنه یا به هر سایز را فکر کنین کمترینش درست؟ کمترینش است یا این مثلا سلای کجایی است؟ یا مصری هستن. مصری هستن؟ مصر است دیزاین. یعنی دایی لاکتای ظریفی که موجوده است یعنی کمترین قیمتش کدام است، در حدود چقدر است؟ کمترین قیمت از دیگه در حدود 25-30 هزار تا بلندترینش میتونیم بخریم. این دیزاین مورایش چند است؟ چند گرمه؟ این یک گوشواره است. این گوشواره است؟ خب امی گوشواره را نمونهش امی را میخوایم از نزدیک ببینم. بسیار متفاوت از دوستای عزیز. شما قسم گوشواره طلا را دیده بودین؟ این ما بخیر دیدم از نزدیک. ما عاشق طلا نیستم اما با دیدن این گوشواره عاشق شدم.
بسیار ظریف، بسیار زیبا، بسیار قشنگ. از اون گوشواره که من خوش دارم همه قسم اگه پیدا نشه من ایلاییش زیاد دارم، یعنی ایلاییش زیاد گرفتیم از یه رنگ سیاه سفید موردار نگیندار، بسیار قشنگ و ظریف و زیباست. خب آجی صاحبی چند باشه، گرام چند باشه، طلای کجایی است؟ طلای قطر که میگیم از امون طلای 21 کریت است و 1 گرم از 5700 روپیه است. 1 گرمش 5700؟ چند گرمه؟ والا یاد اگه تقریبی اگه براتون بگویم شاید در حدود می 25 گرم قومه. 25 گرم. 25. در کل چند گرم میشه؟ قیمتش چند میشه؟ ماشین بر ما بده که براتون باشه اگر زورم رسید بخیر، هم سرمایه گذاری است هم تیم دادن بخیر، امیره بخرم. یک لک و 40,000؟ بله. آها اون مطل است که میگه زورت نکشی سنگماش که در پس دشتایش من. دوستای عزیز اگر دارین از این نگذرین، بخصوص خانم‌ها و دختر خانم‌ها بسیار ظریف، زیبا، قشنگ. طلای مصری گفتین؟ قطری که طلای قطری در کش است عصر امروزی واقعا بسیار ظریف و زیبا هستند و کسایی که خوش ذوق هستند، بخصوص دختر خانم‌ها خوش ذوق هستند بدون شک، این خو میفهمم. و کسایی که ذوق عالی دارن از این تیر نشن. من 1 لک ندارم، من گفتم اگه 30,000 20,000 یا 50,000 میشه که تلفنک خودم بفروشم بخرم، اما متاسف هستم. تشکر، سلامت باشین. ناجی صاحب پس نمیجای که شما خب بس صاحبش مبارک باشه کسایی. خب از این دیگه هم تولید کردین؟ نه یا چیزایی است که تقریبا ما چون مشتریایی داریم که اونها خودشان آردر میتن یا فرمایش میتن، درست بعضی وقتا ما این فرمایش های از جا رو میگیریم، وقتی که در دبی میریم باز میبینیم کمپانی‌ها را که به نظر و ذوقشان اگه باشه، خیلی حالا یک خوبی دیگه داره که واتساپ است، از واتساپ روان میکنیم، همین دیزاین خوش داری، نه وزن میشه نه قدر مثلا قیمت از این میشه. باز اگر اونا خودشان باز موافقت کردن برشان میاریم میگه پنیز. سلامت باشید. و نگه داشتن اینا ببخشید ناجی پیش گفتم گرفتم، نگه داشتن اون هم کار آسان نیست. اگر در چادر بنبانه یا در پیران بنبانه کنده میشه. خوبی دیست که یا اون مو عیب ندارن، حال فعلا چیزا بسیار ظریف است. عیبش نه هیچ عیب نه، این چیزایی که راستی آدم اتر چیز میکنه، این تو عیبا به خاطر نداره که طلای خوبش است. این یک ذره وزن زود خراب نمیشه، وزن هم داره نه، این در حساب که بگین میچسبه یا ایسو میشه یا ایتون میشه، ایگه پا در این نیست، صاف و ساده پاک ستره، حتی میتونن که اینجا میپوچینیم پیشروی میفته این تا اینجا می عادی خودت در دقیقه میتونی که خودت ببینی بعد گوش. یک دیزاین بسیار مقبول است که در موهای باز بسیار خوشایند، یعنی بسیار زیبا معلوم میشه. خب اگر دارین از این نگذرین، اما بسیار قیمت است. امی خانم زیاد جگره میکنه، در جگره نمیشه طلا کم بیه. جگره خب به افغانستان و جای جگره هیچ امکان نداره، مخصوص خانم‌ها. برش حتی چیزا رو نشان میدیم کینی مثلا تمام شده، ما مثلا نه قوس با وجود از وام 1 ساعت 2 ساعت باز جگران تا که زمان پایین شد. زرگر را باید خیلی حوصله باشه. طبعا هر سودایی که زرگر میکنه فکر کنین یک مشتری که می عام که مثلا چوری آسید میخره، باور کنین که حتی 2 ساعت 2.5 ساعت 3 ساعت در بر میگیره. یک بله که ما نوشته میکنیم نظر به می گفته شما که جگره میکنه یک قدر وقت میگیره که بعض وقتا خود 3 ساعت طول میکشه از تعمیرش. دین روز همین مسئله بود. ما فکر کو 2 بجه بود که اینجا آمدیم، امرای مشتری ها ششتیم، نماز هم از پیش ما قضا شد، یک وقت نان هم از پیش ما طرف های 3 بجه خلاص شدیم. واقعا بسیار خسته میشه. چقدر یعنی باید حرفای بزنیم، گپای بزنیم که قناعت کننده باشه، باید خریدار بخره. درست است که باید نه طبعا طلا که می خو ما یک مسئله داریم که امی طلا خودش لایف گارانتی است، یعنی عمر گارانتی داره و چیزی که ما دبل نوشته میکنیم از اون ما جوابدهی هستیم، جوابش میدیم و تمام عیارش نوشته میکنیم، وزنش نوشته میکنیم، فی گرامش نوشته میکنیم، در مجموع قیمت مجموعیش نوشته میکنیم، اگر تبادله باشه نوشته میکنیم تبادله باطل شد، در بین این مثلا تفاوت آمد یا با وجود از یا بعضی کساست بعضی خریداراست که بسیار میپیچن سر این گپا، اون وقت از اون میگیره. نظر به موبایل پس فروخته میشه؟ طبعا نه، طلا خود نرخ روز است. مثلا ثبوتش می باشه. ما امروز مثلا فروختیم 10 روپیه، صبح اگه 8 روپیه باشه 8 روپیه میخریم، اگه 11 روپیه باشه 11 روپیه. چرا طلا اگر قیمت خریداری کرده باشن ثبوت کلان دارن که در این قیمت خریداری کرده. ثبوت دارن، ولی اگه طلا حالا ما مشتریای داریم گفتیم که از
20 سال پیش 25 سال پیش طلا پیشرانه است. فکر کنین یا در طلای بلند 21 یا در گرام 800 و 1000 خریدن. امروز یک گرام از 5500. صحیح؟ ما نظر به نرخ روز طلا را هم میخریم هم میفروشیم. واقعا در کار بارتان برکت. تشکر از اینکه به بسیار حوصله‌مندی معلومات دادین. اما سیت قیمت‌تر و زیباتر گوشواره را خب تصویر کشانیدیم. در رابطه با قیمتش هم گفتیم من عقلم دادم من نداشتم متاسفانه دوستای عزیزم اما اگه می داشتم واقعا از این گوشواره نمیگذشتم. خب گوشواره جدیده به تصویر کشانیدیم و سیتای ظریف و زیبا هم شدن ظریفاش اما پرکار و قیمتیش کلانترینش هم به تصویر بکشانیم. کوتاه دربارش معلومات بدین. است تقریبا یک وزنش هم یک ذره بلند است پرکار است و اینی هستند اینیا تقریبا وزنای از یا در 110 120 الی 150 گرم هستند. اینیا پرکار ماست در دکان ما در حالی که در بازار طلا در دیگه مارکت ها تا 500 گرم 400 گرم 300 گرم سیتا پیدا میشه زیادتر هم از است. اما کلانتری و قیمتترینش امی بود؟ بله آیست اوست مثلا اینیاست چند گرم است؟ اینیا در حدود 90 گرم است. در حدود 90 گرم میایه. خب باز اون چین طلای قطری گفتیم 880 گفتیم. اگر این را به حساب ما ضرب بزنیم فکر کنین 5500 هم زنگ بزنیم 4,95,000. بعضی از سیتاست که نامای خاص دارن ناما گذاشته میشه سرشان بعد از او دیزاین دادم دیزاینای مختلف میباشه جدید اگر باشن دیزاین و نام های سیتایی که موجود است نامایشان چی است چی نامی نارمو فروشین؟ ما در مجموع سعی کنین اینیا سیتایی که شما دیدین مشاهده کنین سیتای کلان است سیتای محفلی است و اینیا در مجموع عام سیتاست که در هر جا استفاده در هر جا استفاده میشه هر کس میتونه که روزانه بپوشش هر وقت که بخواد استفاده میشه ولی این سیتایی را که شما میبینین یا چیزا مجلسی است فقط در محافل استفاده میشه یا به حساب آروسا و یا که میان خریداری یک نام خاص می داشته باشه ناجی صاحب اون یک در چیز نیست طلا که مثلا شوپرک چاپ می باشه مثلا دیزاین گل لاله می باشه و مثلا شوپرک می باشه و پرتاوس می باشه اون قسم نامکان سرشان نمانده نه اون تو چیزا تاوس چاپ و شوپرک چاپ و مچم چی نه اون تو یک چیز است در حالی که ما همین درست سعی کنیم ای و حساب شوپرک است شوپرک ولی ما با تو چیزا هیچ طور علاقمندی نشان نه به خاطر میگم که هیچ طلاست عیارش معلوم است نرخش معلوم است دیزاینش هم معلوم دیزاینش مشتری خوش میکنه کی هر چیزی که خود مشتری بگویه حالا بسیاری کسا می اینقدر تعریف از سیت میکنه از میکنه که ما خودمون می آفرینتون که قدر معلومات درست به مو خاطر گفتم این دیزاین است که حرف نام است الویره بگین حرف نام است او دیزاین شوپرک چاپ است این گل لاله است گوشوارش هم گل لاله است خود لاکت هم گل لاله است یعنی از این دیزاین پر 6 سال میگذره که گل لاله مود شده طبعا تا جایی که یادم است 6 سال میشه از این گل لاله شوپرک چاپ نو برآمده دیزاین حرفای نام هم نو برآمده و دیزاینه که گوشواره که خوش کردم کاملا جدید است هیچ کس گوش هیچ کس ندیدیم ای کاش من نصیب میشدم متاسف است آجی صاحب تشکر سلامت باشین از اینکه دانه دانه و بسیار حوصله‌مندی و پیشانی باز معلومات دادین در کار بارتان برکت همیشه شاد و موفق باشین زنده باشین و این قسمت هم کارای طلاست آجی صاحب چوری است همه چوریا را اگه بگوین که کدام چوریا کدام دیزاین‌ها دکش است این چوریایی که بیشتر بر شما گفتیم ما کارخانه‌های بسیار خوب داریم نه این چوریایی است که در کابل ساخته میشه کارخانه‌های کابل میسازه یعنی این دیزاینش هم ولی این چیزایی را که می‌بینیم مثلا این قطری است این قطر است این قطر است اینا دیزاین‌های قطر است طلایش هم طلای 21 هستن فکر کنم اینی دیزاین تمامش جدید است نو است بله آیا چیزای نو است من دست کس ندیده بودم دوستای عزیز خواستم در تصویر بکشانم افغانستان است بسیار مقبول دیزاین افغانستان است راحت است کارش هم دمیجه میشه از میجه کارخانه است که یعنی بسیار زیاد طرفدار داره این دیزاینات چون دیزاینای نو است یکی در لباس نمیچسبه دوم
توصیه نمیکنه. چهارم دیگه که خوبی در کجاست که برای مشتری سهولتی است که هیچ احساس تو خستگی نمیکنه که این چیزا. و یکی بسیار راحت است. یعنی کلش برند است به حساب دیزاین است که اینجا کارخانه خود افغانستان. می دیزاین کانگورویی هم نو است ساجی صاحب. من نامانده یا کانگوریست یا قطر است اصطلاح قطری از کانگورویی. یا که میاریم به نام قطری یار مفروض. کار سه چیز تقریبا میکنه. واقعا سلامت باشین. تشکر بازم که معلومات دادین. خب دوستای عزیز، سیتای کلان، متوسط، ظریف، چوری، کره، انگشتر، گوشواره تمامش را به تصویر کشانیدیم. دانه دانه معلومات دادیم در رابطه با قیمتش و کیفیتش و زیباییش و ظرافتش. انشالله اگر پیسه دارین و تصمیم دارین که خریداری بکنین، پس فراموش نکنین بیاین خریداری بکنین، سرمایه گذاری بکنین. اطلاع بهترین سرمایه گذاری خانم هاست و عاشقشان خانم ها می باشن. تشکر، سلامت باشین. از اینکه بیننده بودین. انشالله که برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. می گفتنی های آخر حاجی صاحب همچنان می داشته باشم پیامش را بعدا خدافظی میکنیم. حاجی صاحب چی پیام، چی گفتنی؟ والا خداوند کریم دیگه این وطن آرام داشته باشه، مردم ما یک کمک وره توجه کنن به زندگی، به اهمیت زندگی. و آخرین چیز این چیزایی است که ما در بارش قدر گپ زدیم یا چیزای سوالایی است که آخر است. چرا ما باید اول کوشش کنیم که خود بسازیم. طبعا از امی که خودت ساخته شدی، خودت جور شدی، خودت در یک جای رسیدی، این خو چیزایی است که به خاطر استفاده ما شما بیازو است، چی در خارج باشه داخل باشه. منتها ما شما چی کنیم؟ کوشش کنیم که اولا امو چیزی که برای یک انسان ضرور است او را باید ما کوشش کنیم سر خود که جامعه خود جور کنیم، وطن خود جور کنیم. بعدا بعد از او خود جور به چی معنا که از این موضوعات که شما گپ زدیم این چیزایی است که میتونه بدون از زیاد ارزش بدی است. نه میتونه زندگی کنه امروز از جا. اگر باشه بسیار خوب است، اگر نباشه اینقدر جالب و اینقدر قسمی که من گفتم مهم نیست. همین قسمی که من یادآور شدم دوستای عزیز. خب 100% عاشقش نیستم. طلا سمگی خوش دارن. یک گفتم قسمی که در آغاز یادآور شدم، طلا یک فلز قیمتی است و رنگ زرد که یعنی از او جواهرات مختلف ساخته میشه. قسمی که شما تصویر دیدیم گوشواره و چوری و کره و دزبند و تاج طلا و غیره و غیره. اما کوشش کنیم که اول خود بسازیم، جامعه خود را بسازیم، خانواده تشکیل بدیم که مفید باشه به جامعه، به خود ما. که سبا روز گفته یگان تا مردم دعای ما بکنه که رحمت به افتاد پشتتان که همه قسم یک اولاد تربیه کردین به جامعه تقدیم کردیم. اول خود بسازیم، جامعه را بسازیم، بعدن این گپا میشه. اگر جانت جور بود پیسه داشتی میتونی خریده، اگر نداشتی بازم توکل به خدا. من ندارم اما دقیقشم نیستم. سلامت باشین. تشکر. اگر می داشتم امو گوشواره را میخریدم، که ندارم صبر خدا هیچ مشکلی نیست. هیچ کوشا نمی باشم سر خود فشار نمیارم سر درصد که باید من سر درصد طلا داشته باشم. نه جانم جور است. همین که صحتمند هستم، همین که وظیفه دارم، همین که خانواده خوب دارم یا خوش هستم، امی به من همه چیز است. سلامت باشین. تشکر. زیاد پرگویی نشه حاجی صاحب. زنده باشین. پیام بسیار عالی داشتن و حاجی صاحب همچنان پیام بسیار قشنگ داشتیم از حاجی صاحب. دانه دانه معلومات دادن در رابطه با تمام زیوراتی که در این زرگری موجود بود. ان شاءالله که معلومات کلی حاصل کرده باشین و از داشته های برنامه مستفید شده باشین. این بود گزارش امروز ما از یکی از دکان های زرگری. ان شاءالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد الله یار و نگهدار.